در ناحیه رشت کارهای صحیح مستحکم‌کنی و برقرارسازی در ساحل دریای سرخاب اساساً با مقصد پیشگیری آفت‌های طبیعی پیش بینی شده است، زیرا دوام چند سال اخیر بلند شدن سطح دریا باعث خراب شدن 120 گکتار زمین‌های کشاورزی گردید. گزارش از ناحیه رشت. بر اثر بلند شدن مجرای دریای سرخاب در فصل بهار و تابستان از معیار مقرری همه‌ساله آفت طبیعی به کشت زراعت‌های کشاورزی و میدان باغات در دو طرف ساحل دریا جاگیر بوده خواجگی‌های دهقانی ناحیه رشت شروع از حدود جماعت دهاتی هایی تا شهرک نوآباد در مسافه بیش از 60 کیلومتر ضرر زیاد می‌رساند. تنها دوام 3 سال آخر بر اثر آفت طبیعی زیاده از 120 گکتار زمین‌های کشاورزی نزد ساحل دریا پورا خراب گردید. این است که برای پیشگیری از آفت‌های طبیعی مقامات محلی در همکاری با صاحبکاران و اهالی دهات تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی می‌کنند تا زمین‌های کشاورزی از خرابشوی نگاه داشته شوند. مقصد اساسی این امین نگاه داشتن زمین‌هایی که سال‌های گذشته دریای سرخاب زمین‌ها را شسته بود، امین نگاه داشتن آن زمین‌ها و از سیل آفت‌های طبیعی در آینده نگاه داشتن زمین‌های باقی مانده. امروزها با جلب تکنیک‌های زمانوی در حدود جماعت دهات به نام نصرت‌الله مقسوم و قلعه سرخ کارهای برقرارسازی ادامه داشته تا همین دوره سال جاری در مسافه زیاده از 1 کیلومتر مجرای دریا به سمت مقرری آورده شده است. در برابر این حجم کارهای باقی مانده برای به حالت پیشتر آوردن مجرای دریا تا اندازه مهلت زیاده را طلب می کند، زیرا با فرارسیدن گرمی های فصل بهار سطح آب دریای سرخاب باز هم بلند شده خوف آفت طبیعی بیشتر می گردد و این حالت می تواند به پیشرفت کارهای برقرارسازی مانع ایجاد کند. از روی حسابات متخصصان ساحه کشاورزی در دو ساحل دریای سرخاب زمین‌های زیاد موجود بوده. در صورت به مجرای معین آوردن دریای سرخاب میدان کشت زراعت‌ها و استحصال محصولات باز هم بیشتر خواهد شد. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه خراسان ولایت ختلان بنیاد و نوسازی بیش از 200 انشاءات تعیناتی گوناگون به نقشه گرفته شده است. عین حال کارهای تعمیر و تجدید در بنگاه طبی، کتابخانه، ساختمان صنفخانه‌های ایلوگی و راههای محلی ادامه دارد. گزارش خبرنگاران ما از ناحیه خراسان. مرکز سلامتی در دهه گلریز ناحیه خراسان از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود خواجگی زادپروری سعادت ساخته به استفاده داده شد. انشاءات طبی در دایره نقشه چهاربینی‌ها به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قامت افراخته در حل مشکلات چندین ساله دهات مذکور مساعدت فعال کرد. طور اظهار داشتن در این دهه که بیشتر از 5000 نفر اهالی دارند، چنین مرکز سلامتی وجود نداشت و برای رفع عادی‌ترین احتیاجات تندرستی به دهه رسویت و یا شهرک اویالی می رفتند. اکنون در چنین شرایط مناسب امکان خدمت رسانی بهتر طبی فراهم آورده شد. در همین زمینه راه دهه مذکور نیز در موسم بارانگری ها مشکلات جدی را به بار می آورد. راهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود خواجگی زادپروری سعادت قریب 2 کیلومتر راه دهه مذکور را سنگفرش کردند که اکنون رفت و آمد واسطه های نقلات نیز خوب تامین گردید. بارشات چند روز اخیر پل میان دو دهه را پورا خراب کرده بود. مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه خراسان در یکجایگی با تطبیق لایحه تجدید و برقرارکنی راهها کوشش دارند که پل مذکور را هر چه زودتر ساخته به استفاده سپارند. طور اظهار داشتن مسائل ساختمانی برای انجام تدبیرهای سازندگی فراهم بوده، تکنیک و قوه کاری نیز میرسد. در زمینه دستورها از پیام راهنمای سرور دولت تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه خراسان در نزد اداره‌های خود کتابخانه بنیاد کرده ایستادند که از تفکر فرهنگی و معرفت پروری آنها درک می‌دهد. شعبه معارف ناحیه خراسان نخستین شده چنین کتابخانه زیبا را تشکیل کردند که در لحظه‌های فارغ از کار می‌توانند از آن برخوردار گردند. در نزد شعبه معارف کتابخانه داخلی کارخانوی تأسیس دادیم که در کتابخانه ما 1100 دانه کتاب‌ها جمع‌آوری کرده شده است. کتاب‌های بدیعی، کتاب‌های علمی، کتاب‌های
ва чагона китобҳои методӣ ки аз ин ҳар рӯз кормандони шӯъбаи маориф ба китобхона ворид шуда аз ин китобҳо истифода мебаранд. ба ҳамин тартиб дар шуъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Хӯросон низ тасмим доранд ки барои мутахассисони соҳа китобхона ташкил карда захираи адабиёти соҳавӣ ва бадеиро фаровон намоянд. дар бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Хӯросон гӯшаи китобхонӣ ташкил карда шуд ки он аз 200 номгӯи китобҳои бадеӣ адабӣ ва китобҳое ки вобаста ба фаъолияти мақомоти адлия зарур аст ҷамъоварӣ гардидааст. мо дар фаъолияти ҳаррӯзаи худ аз китобҳо истифода мебарем. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри навбатии барномаи тиловати ахбор. Тан сиҳату хона обод бошед.